خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردین همگی. من یه معرفی کوتاه میخوام در رابطه با انجمن فارسا براتون داشته باشم. بعد برنامه امروز رو براتون توضیح میدم و یه بیوگرافی کوچیک در مورد خانم دکتر فرنودی. من باید خودم معرفی کنم. من نازی اکبری هستم، مدیر عامل یا منیجینگ سوپروایزر مرکز مشاوره و روان درمانی انجمن فارسا و خودم هم اونجا کار تراپی انجام میدم. انجمن فارسا یک خیریه هستش که رجیستر هست اینجا که خدمات مختلفی برای فارسی زبانا داره، نه الزاما فقط ایرانی ها، و یک کتابخونه دارن در محل گلدرز گرین، یک کلوب سالمندان دارن، خدمات حقوقی و رفاهی و سرویس مشاوره و روان درمانی که من خودم باهاش اینولو هستم. سرویس ما از سال تقریبا 2006 به طور حرفه‌ای شروع کرد به کار کردن و تمامی تراپیستایی که با ما کار میکنن، ما در محل بیمارستان اجبر هستیم، جامون اونجا هستش. تمام تراپیستایی که با ما کار میکنن کوالیفاید هستن و کسانی هستن که کار خودشون دارن ولی فقط یه چند ساعت در هفته رو میخوان به طور مجانی خدمتی به کامیونیتیمون بکنن و من جا داره که اینجا هستن همکارا، اینجا ازتون تشکر کنم به خاطر لطفی که کردین همیشه و تونستیم با کمک این بچه‌ها این سرویس رو ما ادامه بدیم. در رابطه با خانم دکتر فرنودی، من مطمئنم که تمام کسایی که اینجا هستن و دوستدار روان درمانی و روانشناسی خانم دکتر رو میشناسن، ولی شاید خوب باشه نه من تهیه کردم. یه بیوگرافی کوچیک در مورد خانم دکتر فرنودی. خانم دکتر نهضت فرنودی دارای دکترا و گواهینامه روانشناسی بالینی هستن. البته اینو برای کسایی میگم که خانم دکتر نمیشناسن. خانم دکتر مدرک لیسانس خودشون رو در زمینه روانشناسی بین فرهنگی یا همون کراس کالچورال از ایران گرفتن. بعد از پذیرفته شدن در دانشگاه کانزاس در سال 1969 به همراه خانواده‌شون به آمریکا مهاجرت کردند و در مقطع فوق لیسانس مشغول تحصیل شدند. خانم فرنودی سابقه 20 ساله در زمینه خدمات اجتماعی در لس آنجلس دارند که هدف اصلی این خدمات افزایش سطح آگاهی و سلامت روانی افراد جامعه است. ایشون پس از برنامه‌های آموزشی تلویزیونی همچنین برنامه‌های آموزشی تلویزیونی متعددی رو با هدف کمک به خانواده‌ها در مقابله با مسائل و مشکلات فرهنگی تهیه کردند. اولین برنامه رادیو تلویزیونی ایرانی آمریکایی بین سالهای 89 تا 92 میلادی توسط خانم دکتر فرنودی برگزار شده. این در واقع الان ما می‌بینیم که خیلی زیاد، اینو دارم خودم اضافه می‌کنم، خیلی زیاد هستن که روانشناسایی که کار تلویزیون و به اصطلاح میدیا انجام میدن، ولی خانم دکتر فرنودی اولین کسی بودن که در واقع این رو بابش کردن توی کامیونیتی ایرانی. از سال 95 تا 2001 میلادی هم برنامه‌های متعددی در زمینه روانشناسی و ادبیات رسانه‌های گروهی برگزار کردند. من دیگه وقتتون نمیگیرم برای اینکه میدونم که دوست دارین خانم دکتر بیان. من فقط پروگرام اینجا رو بگم. فایر اگزیتا که اون طرف هست، یه دونم بیرون هست، دستشوییام که بیرون. برنامه‌مون هم این بود که ما می‌خواستیم 7:15 شروع بکنیم تا 8:15 یک ساعت خانم دکتر صحبت بکنن، بعد یه بریک 20 دقیقه‌ای داریم و بعد پرسش و پاسخ داریم که تقریبا تا ساعت 9:50 تا 10 ما سالن رو داریم. در اصل خیلی ممنون که تشریف آوردین. خانم دکتر فرنودی. این چرا؟ یه کوچولو تموده دارم چون امروز ما هوای گرم لندن رو دیدیم. من قبل از اینکه صحبتم رو شروع کنم میخوام باهاتون یه جوک بگم بعد من صحبتم رو شروع. بله ضبط کنین، هر کس میخواد ضبط کنه آزاد.
یه جوکی اول بگم. مولا نصرالدین رو یه دفعه دعوت کردن که تو یه مسجدی بره سخنرانی کنه. بعد مولا نصرالدین پرسید که خب این مسجد چقدر ظرفیت داره؟ اونا گفتن 1000 نفر. نگران نباش مولا. گفت خب پس من باید خیلی آماده کنم خودم رو واسه این سخنرانی و اینا. مولا رفت 1-2 روز زحمت کشید و یه سخنرانی آماده کرد و اومد تو مسجد. وارد مسجد شدید هیچ کس جز خودش نیست. بعد از یه چند دقیقه گذشت 2 نفر دیگه هم آمدن و اونجا نشستن. بعد مولا دیگه مثل که حالا نطقش باز نمیشد صحبت کنه و اینا. گفت آقا من چی دارم به شما دوتا بگم؟ خب شما پشین برین منم برم دنبال کار و زندگی. بعد یکی از این 2 نفر خیلی تیز زبون بود، برگشت گفت که مولا تو اگر یه قفس بلبل داشته باشی و یه سطل دونه و بخوای بیای صبح به این بلبلا بدی و بیای ببینی که بلبلا همشون پر زدن رفتن 2 تاش مونده، به این 2 تا دونه نمیدی؟ مولا خود فکر کرد گفتش که نه چرا، انصافاً من باید صحبتمو بکنم. شروع کرد صحبت کردن. بعد صحبتو کرد و این 2 تا دیگه حوصله‌اش سر رفت. این یکی دست بلند کرد گفت مولا تو اگر یه روز بیای یه سطل دونه بیاری به قفس بلبلا و ببینید 2 تاش فقط مونده، همه اون سطل رو میدی اون 2 تا بخورن بترکن. حالا من قول میدم که همه اون دونه ها رو ندارم. حالا من اولا میخوام از بچه‌های فارسا تشکر کنم و بگم جای واقعاً تأسف و تأثره که این بچه‌ها که من همشون رو میبینم همکارای جوون ما هستن دیگه، حداقل من و خانم دکتر امایی میدونی که هر کارشناس و هر متخصصی وقتی سالها کار میکنه آرزو میکنه که بچه‌های جوانتر بیان جای او رو بگیرن و چه خوب که این کار رو افرادی بکنن که اخلاق حرفه‌ای رو رعایت میکنن و تمیز میمونن و در فکر به اصطلاح تجارت از حرفه خودشون نیستن. و من از 6-7 سال پیش که با این بچه‌ها آشنا شدم الان تک تکشون رو میبینم. همین خانم نازی که متواضعانه خودشو نازی معرفی کرد PhD شو گرفته، دکتر، دیدن بچه‌های دیگه دکتراشون گرفتن، تحصیل در غربت براشون راحت نبوده، در کنارش کار اجتماعی و خدماتی و سرویس رو از یاد نبردن. موقعی که گفتم که من خودم رو معرفی کنم میخواستم اون 1969 تو نگی که گفتی، ولی به هر حال من همیشه واقعا وقتی راحت ترم که خودم رو معرفی کنم به این دلیلی که میگم در یه تاریخی به دنیا آمدم که خودم میدونم ولی میخوام شما ندونید، در یه تاریخی میمیرم که خودم نمیدونم ولی آرزوم اینه که تو این فاصله یک تماس‌هایی با آدم‌ها داشته باشم و یه ردپایی از خودم باقی بذارم که بتونم اسمشو بذارم سرویس و ارتباط توأم با احترام و امن. و همین واقعیت هم جزئی نیست. شماها بسیار خوب چیز میکنید. متاسفانه در شهر شایع کردن این کنفرانس کنسل شده و بچه ها تعداد زیادی تلفن گرفتن که این کنفرانس کنسل شده و خب حالا هر کسی با هر هدفی و نیتی این کار رو کرده به قول معروف خدا ارشادش کنه. اما برگردیم سر گفتگوی امشب من. عنوانی رو که انتخاب کردیم با همکارای جوونم این بود که چرا بنبست.
و این به این دلیل این موضوع انتخاب شد. من در چندین سال آخری که الان همیشه محصلم و یاد میگیرم، تمرکز خودم رو بیشتر گذاشتم روی نوروساینس. یعنی خیلی برام جذابه و اعتقاد دارم شاید روانشناسی در 20-30 سال آینده با به وجود آمدن فانکشنال امارای یا دستگاهی که مغز رو در حین عمل کرد پیش روی مشاهده‌گر میگذاره، ما میتونیم پیدا کنیم و ببینیم که چه شرایطی برای آرامش یک انسان، برای ارتباطات سالم مغزی، برای لحظات بهجت و شعف و برای لحظات اندوه و تراما چه عناصری به اصطلاح در کار هستند که انسان به اون وضعیت عاطفی و روانی میرسه که اسمش رو میتونیم بذاریم بنبست. به این دلیله که بعد از ضمناً گفتن 20 سال کار، این چیز من روی رزومه من تمدید نشده دیگه، الان شد 30 سال، ولی که تو این 30 سالی که من کار کردم و یه نوتایی از مواردی که در کارم موفقم برمیدارم و یه نوتایی در مواقعی که ناموفقم و قادر نیستم کمک بکنم به کسانی که به من مراجعه میکنن، با این یادداشت‌های کلینیکی رو که وقتی کنار هم میذارم میبینم شاید ما به راحتی بتونیم بگیم که آدما تو 4 موضوع هست که جدی‌ترین بنبست‌های ارتباطی و عاطفی رو تجربه میکنن و این 4 رو امروز من سعی میکنم که باز کنم. آخرشم برای اینکه دل اونایی که نیومده بسوزه یه هومورکی براتون میدم که شما بتونید خودتون رو تراپی کنید. و این بنبست‌ها تو این 4 موضوع، اولیش اتچمنته. الان شاید هیچ موضوعی، اگه اشتباه میکنم دکتر امایی یا بچهای دیگه کرکتم کنید، هیچ موضوعی تو روانشناسی الان به وسعت و اهمیت موضوع اتچمنت نیست. یعنی بیشترین بودجه های تحقیقاتی، بیشترین موضوع اتچمنت چیه؟ اتچمنت دلبستگی و دلسپردگی. چقدر تو اون اتاق من میشنوم از آدمایی که میگه که اصلا دکتر فرمودی من وقتی که با کسی تو رابطه نیستم یا عاشق نشدم حالم خوبه، کارم خوبه، برنامه‌ام منظم، ورزشمو میکنم، روتینمو دارم، موفقم، پسندازمو میکنم، سفرامو میکنم، همه چی عالیه. به محض اینکه با یک کسی نزدیک میشم و عاشق میشم و دلبستگی پیدا میکنم، همه زندگی زیر و رو میشه و انقدر اضطرابم بالا میره، انقدر برنامه هم به هم میریزه، انقدر اختیارم از دست خودم در میاد و میره دست دیگری که اگه تلفن بزنه یا نزنه، اگه اینو بگه یا اونو بگه، اگه این کارو برام بکنه یا اون کارو بکنه، انقدر اختیار از دستم میره که عطای رابطه رو به لغاش میبخشم، میگم نمیخوام. باز دوباره یه کاری میکنم، برمیگردم و یه مدتی غمگینم، اما دوباره آرامش خودم رو حفظ میکنم. کسی که این حرف رو میزنه داره خیلی راحت، خیلی علنی میگه که من اتچمنت استایلم یا شیوه دلبستگی از نوع امن و پیشرونده و آرامش افزا نیست. در برابرش پس چی هست؟ چون دلبستگی قراره به ما یک نوع پیوند با یک موجودی بیرون از خودمون بده. حالا اگر بریم تو سطح نوروساینس بخوایم بگیم اتچمنت یعنی چی؟ اتچمنت امن یا دلبستگی و دلبندی های امن
یعنی تجربیات مکرر، چیزی که بهش میگیم experience of usness یا تجربه مایی. ترجمه من کردم تجربه مایی. تجربه مایی در سطح نوروساینس چیه؟ ارتباطیه که بین مایند، ذهن و همزمان امواج عصبی من و شما برقرار میشه، به طوری که شما انقدر از خودت تهی هستی در اون لحظه وصلت عاطفی، شما از خودت انقدر تهی هستی و انقدر توندی به من و حس من که عیناً آینه میشی برای اینکه من حس خودم رو در شما میبینم و احساس میکنم که شما منو آنگونه که هستم دریافتی و بعد انعکاس این به من برمیگرده و بازگشت این انعکاس به من اگر گرفتار اندوه باشم کم میکنه، اگر گرفتار شادمانی باشم افزایش میده. بنابراین اون نوع پیوند یا اتونمنت حسی بین دو انسانه که در یک لحظه امواج ذهنی و امواج عصبی و امواج حسیشون همدیگر رو آینه‌گونگی میکنه و ریفلکشنش اینه که درد رو کاهش و شادی رو افزایش میده. در این رفت و برگشت هست که تجربه مایی اتفاق میفته. این تجربه مایی یک دشمن بزرگ داره و اون اینه که من انقدر درگیر خودم و نیازهای خودمم که اگرچه در کنار تو هم ولی از تو چیزی رو میخوام که خودم گرفتارشم. خب و این معمولا مانع تجربه مایی میشه. حالا این روانشناسی عصب شناسی رفتار اینو پیدا کرده ولی کم فرق نمیکنه. حتی عشق در مفهوم عرفانیش هم همینجوری معنی شده. وقتی که میگه یک قدم بر عرفان وقتی میخوان معنی کنن با این جمله ساده معنی میکنن: یک قدم بر فرق خود نه، یک قدم در کوی دوست. تهی شدن از خویشتن و اجازه دادن به این که پر بشی از احساس اویی که میخوای با او اتچمنت داشته باشی. وظیفه اصلی این دلبستگی و دلبندی در حداقل 2 سال اول عمر با مادر، یعنی این مادره که میبایست این نوع اتونمنت رو با بچه داشته باشه و بچه‌ای که پر از احساسه ولی که احساساتش رو نه قادر بیان کنه نه ابزار به اصطلاح برآوردن نیازهای خودش رو داره و غیره، کاملا خودش رو در حمایت یه موجودی بیرون از خودش قرار داده دیگه. به همین دلیله که دلبستگی های اینجا اشتباه نکنید، ما به قول معروف میگن there is no perfect parenting, good enough parenting. یعنی اگر به اندازه کافی بچه تجربه دریافت شدن به وسیله مادر رو داشته باشه، اون وقت این اتچمنت براش اتچمنت امنه. بولبی تو همین کشور شما اولین کسی بود که رو نظریه های اتچمنت کار کرد و خیلی جالب اینو با بچه میمونا امتحان کردن و اینا. به هر حال حالا دیگه قصهش طولانیه، نمیخوام اونجا برم، ولی 3 نوع اتچمنت رو، 3 نوع شیوه دلبستگی و دلبندی رو طبقه بندی کرد. یکیش امن بود. دلبستگی امن یعنی اون نوع دلبستگی که شما ضرورتاً همیشه نباید با اون آدم باشی تا داشتن او رو در درون خودت هم تجربه کنی. یه جمله‌ای هست یادم نیست که مثل کتاب رومن رولان تو کتاب فکر می‌کنم جان شیفته میگه در یه تجربه عاشقانه است، بعد به هر حال به جایی نمیرسه و اون میگه که تنها چیزی که میخوام بدونی اینه که اون چیزی رو که به من دادی حتی خودت نمیتونی پس بگیری.
و این اون دلبستگی های امنه. بنابراین برای کسی که سه نوع دلبستگی امن یا secure attachment، ambivalent chaotic یا anxious attachment، نوع attachment اضطرابی هرج و مرجی، یعنی یه موقع اون آدم همونی که ما میخوایم هست و با ما روی موجه و غیره، بعد اونو میبرنش یکی دیگر رو میارن و ما تکلیفمون روشن نیست، مثل بایپولار، مثل بوردرلاین ها میدونی کاری که میکنن، یه موقع شما رو بت میکنن بالا میبرن، یه موقع میکوبنت زمین، دو تا احساس کاملا متفاوت، باز بستگی به خود نیاز اون طرف داره. نوع سوم هم هست که نوع اصلا پرهیز و گریز یا اوایدنت که اصلا نمیخواد. اون این شعر رو لابد اون سروده، دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. باید شاعرش یه اوایدنت باشه. نوع اتچمنتش این گونه است، اصلا نمیخواد، از لاک خودش نمیخواد بیاد بیرون، با کسی هم نمیخواد اون دل و دلدادگی رو تجربه کنه و غیره. حالا یکی از یک خواستگاه بزرگ رنج‌های ما اینه که اگر ما استایل سکیور اتچمنت نداشته باشیم، با هر کی بخوایم نزدیک شیم، اینتیمسی رو تجربه کنیم، اضطراب پیدا میکنیم. ما اون وقت خودمون سلف سابوتاژ داریم، نمیدونم، یعنی خودمون تخریب میکنیم، یه کاری میکنیم که طرف دومشو بذاره رو کولش بره، یا مسائل دیگه. بنابراین سکیور اتچمنت جهیزیه عاطفیه که ما اگر همراهمون داشته باشیم در وصلت‌های عاطفی پیوسته میتونیم رشد کنیم و از این نمیترسیم. ولی اگر اونجا گرفتاری داریم، نزدیک شدن به آدما احساسات عجیب و غریب رو در ما بفرمون، ما خوشحال بشیم یکی از در بیاد. من شمال شرقی خب زحمت کشید. بعد بنابراین این مسئله اتچمنت یکی از جاهاییه که ما گیر میافتیم. بنابراین امشب که میرین خونه به حال خودتون یه رسیدگی کنین، ببینین وقتی که یه کسی میخواد بهتون نزدیک شه، یه کسی باهاتون میخواد دوست شه، میخواد دوستتون بداره، به هر حال اون موقع است که بیشتر اضطراب پیدا میکنین، شب از خواب میپرین، به این فکر میافتین که به اصطلاح نبود تو زندگیم راحت تر بودم، یا اگه یه روزی بذاره منو بره چی میشه و اینها. در اونجا هست که اون وقت میشه رو اتچمنت استایلتون یه خورده غور و بررسی و مطالعه کنید. موضوع دوم بعد از اتچمنت مسئله سپریشن. مسئله سپریشن باز یه موضوع بسیار بسیار مهمه که ما تجربهمون از جدایی ها چه نوع تجربه‌ایه و جدایی ها با ما چه کرده و چه میکنه. اولین جدایی ما در هولوش 6 ماهگی از بیرون آمدن از مرحله همزیگری با مادر، چون بچه در یک مرحله به قول خانم مارگارت مالر با مادر همبودی داره، بس که با جان و تنم آمیختی من ندانم این تو هستی یا منم. این آمیختگی کم کم رشد نورولوژیک و رشد حسی، پیشرفت حسی سبب میشه که بچه متوجه دوبودی خودش از مادر میشه و این اولین اضطرابه که بهش separation anxiety میگه. حالا در اینجا که بچه از مادر جدا میشه و بچه میماند و یک جهان نیاز و مادر میرود و تمام قدرت ها، این چه نوع دلدونی و همحسی و حضور و گرمی و محافظت و مراقبت از این موجود جدا شده آسیب پذیر داره، معنای جدایی رو برای بچه از یه بچه با بچه دیگه عوض میکنه. و به این دلیل این ابتدایشه و بعد در این جدایی همطوری ادامه پیدا میکنه چون تولد روانی انسان همزمان با تولد جسمیش صورت نمیگیره. اون 4-5 سال طول میکشه تا خودمون رو اداره کنیم، اعتماد داریم که این کار رو میتونیم بکنیم و حرمت ذات داریم.
به اینا خب همش کمک میکنه. حالا اگر این جدا شدن ها و این سپریشن برای ما توأم با تراما و ضغطه و ضربه روحی باشه، یعنی چی؟ یعنی یا درد زیادی به ما داده باشه یا ما رو دائم محتاج خودش نگه داشته باشه، اون وقت اضطراب در ما خیلی بالا میره وقتی که به اصطلاح زمان جدایی میرسه که مطمئنا شما میدونید ما به 1001 دلیل تو طول زندگیمون مکرر جدایی رو تجربه میکنیم. خب یک نوع آخرش که دیگه فاینال دیپارچره، که خب من کلاینت هایی داشتم که 15 سال بعد از مرگ همسرشون هنوز پنجشنبه ها، چون تو ایران اینجوری بوده، پنجشنبه ها پیرنهای آقا رو میندازه تو ماشین میشوره، بعد اتو میکنه، بعد باهاش حرف میزنه و سر میز غذا هم براش بشقاب میزنه. و این واقعیت، این اتفاق بود. موضوع سوم از جاهایی که میتونه دردهای زیادی رو برای ما به وجود بیاره، باز دوباره برگردین به خودتون و یه مروری بکنین، یه زمانی با خودتون بگذرونین، ببینید سپریشن با شما چی کار میکنه. وقتی که جدایی اجتناب ناپذیره، چون بسیاری از ماها تو روابط بسیار بد میمونیم به دلیل اینکه جدایی برامون دردناکتره. اصلا عشق به اون طرف نیست، حتی نیازم به اون طرف ممکنه نداشته باشیم، ولی این درد جدایی سبب میشه که ما توی روابط بیمارگون ایست پیدا میکنیم، میمونیم و از توش بیرون نمیایم. موضوع سومی که ازش صحبت میکنیم مسئله اینتگریشن یا انسجام. نه اینتگریشن فارسیش انسجامه. انسجام یعنی وحدت بخشیدن، یک پارچه کردن چی؟ دو قطب بد و خوب. حالا باز دوباره برمیگردیم به نظریه‌های رشد و تحول. خانم ملانی کلاین اولین کسی بود که به این نکته به خصوص اشاره کرد که بچه در دوران کودکی 2 مادر داره، به خصوص در دورهای اول کودکی 2 مادر داره، مادر خوب، مادر بد، که اون اسمشو گذاشت پستان خوب، پستان بد. پستان خوب اون بود که پرشیر بود و بچه میافتاد زیرش و لف لف میخورد و سیر میشد و خستم بود و خوابش هم میبرد و گرم و نرم و همه چی. پستان بعد یا مادر بعد پستان خشکی بود که بچه نیازش برآورده نمیشد، هرچی تلاش میکرد نیازش برآورده نمیشد. حالا این متافور رو بذاریم کنار، بگیم مادر خوب مادری بود که بچه در کنارش ساتیسفکشن یا رضامندی تجربه میکرد، پیوسته بچه رو مایوس نمیکرد. حالا اگر قراره موقعی که بغل بشه، قراره عوض بشه، قراره بخوابه، قراره غذا بگیره، قراره بازی بشه، قراره تنها نمونه یا هرچی، مادر خوبه مادریه که اونو راضی میکرد و مادر بده مادریه که اونو مایوس میکرد. خب حالا جالب اینه که در مراحل رشد و تحول کودک متاسفانه این خب کی قراره جواب بده؟ جواب بده. این تو نیست، تو جیب کتمه. کتم اینجاست. ببخش بفهم. خب خیلی اونو باید نگه دارید تا باطل. این تلفن‌های شهر شماست، من بلد نیستم. بله به هر حال این مسئله متاسفانه اتفاقی که میفته اینه که بچه سابکانشسلی ناخودآگاه وقتی که دیساپوینت میشه، یعنی با مادر بد روبروه، متاسفانه اینو درونی میکنه و این
دو شقگی که در بیرون هست در خود بچه هم به وجود میاد. یعنی بچه خودش هم میشه دوتا موجود، بچه خوبه و بچه بده، و اینجاشه که غم انگیزه یا اینجاشه که بده و بعدها ما به عملیات جبرانی، ملق زدنهای عجیب و غریب، مهرطلبی‌های عجیب و غریب میپردازیم برای اینکه اون بچه بده رو بپوشونیم. خب اتفاقی که باید بیفته اینتگریشن یا وحدت و یک پارچگی، یعنی این که اگر تجربیات ما نداریم کسی رو که همیشه مادر خوبه رو داشته باشه. هر بچه با مادر دیساپوینتمنت رو تجربه میکنه و حتما هم میکنه. باز دوباره اگر اکثریت یا فریکونسی یا تکرار تجربیات مثبت بچه با مادر انقدر باشه که به این طرف بچربه، کم کم این دوتا مادرها یکی میشن و وحدت پیدا میکنن، یک پارچه میشن و در ذهن بچه یه مادر داره که گاهی هم او رو دیساپوینت میکنه. حالا این چه اهمیتی داره؟ برای اینکه دو قسمت خود بچه، یعنی گود بوی بد بوی خود بچه هم همزمان یک همچین تجربه رو میکنه و یک پارچه میشه. حالا فرق موجودی که تو خودش این یک پارچگی هست با فرق موجودی که این یک پارچگی در خودش نیست، در یک چیز بسیار مهمه به اسم حرمت ذات و سلف استیم. و وقتی که ما حرمت ذات و سلف استیم خوب داریم یا به نسبه خوب داریم، اون ضعف هایی رو که در خودمون داریم به عنوان بخشی از خودمون قبول میکنیم. در نتیجه چند تا اتفاق مهم میفته. یکی این که اگه یکی دیگه هم اون نقصا رو دید و به ما گفت، نمیخوایم شکمشو پاره کنیم. دوم این که انقدر انرژی روانی صرف پنهان کردن اونا نمی کنیم که بالاخره اگر از یه جا سر زد که کجا سر میزنه؟ تو روابط نزدیک و صمیمانه. وقتی سر زد اومد بیرون، ما هزار جور تلاش نمی کنیم که بپوشونیمش، بلکه پذیرای جنبه‌های مثبت و منفی خودمون هستیم. لذا در مورد دیگران هم گرفتار این به اصطلاح اسپلیت یا افتراق یا دو پارچگی نمیشیم. این هم موضوع سومیه که خواستگاه بسیاری از درگیری‌های ارتباطی ماست و میرسیم به موضوع چهارم که هست پاور، قدرت. قدرت برای ما چه معنی داره؟ برای ما ایرانی‌ها قدرت چیزی است که ای خداوند کاش تمامش رو به اختیار ما بگذارد و همزمان از بقیه بگیرد. علتش هم اینه، ما گرفتار پرنتینگ دیکتاتورشیپی بودیم در خانه های استبداد، مدرسه های استبداد، جامعه استبداد زده و حکومت استبداد. من از 30 سال پیش، 28 سال پیش همیشه گفتم ما انقلاب احتیاج داشتیم، ولی انقلاب پرورشی و در خانه ها. ما احتیاج داشتیم خانه هایی داشته باشیم با حقوق برابر بین زن و مرد و مهربان به بچه ها. خانه هایی که با شفقت و همکاری و حرمت و استقلال به بچه فرصت رشد بده. ما به این احتیاج داشتیم. مسئله قدرت بسیار بسیار اهمیت داره به دلیل اینکه حیات روانی ما انسان ها اینجوری آغاز میشه. برای 1 ماه اول که اصلا ما تمام جهانی، همه هستی منم، مرحله آتیسم، باز خانم مارگرت مالر اوتیسم یا مرحله من جهانی ناخودآگاه، اونجا که هیچ مشکل قدرتی نیست.
بعد 6 ماه هم که با مادر، همه توان مادر مال ماست و ما با هم خودمونی هستیم و من و تو نداریم و اینا، اونجا هنوز مسئله قدرت مطرح نیست. به محض اینکه سپریشن صورت میگیره، مسئله من ناتوان و قدرت مطلق از هم جدا میشه و چیزی به نام رابطه بر اولین بار، کانسپت رابطه، چیزی که مرا به او وصل میکنه. حالا این قادر مطلقی که روبروی ما قرار گرفته، اگر در خدمت و کمربسته ما باشه، قدرت برای ما چیز ترسناکی نیست. اگر بلد باشه به تدریج قدرت رو به ما هم تفویض کنه، به ما هم منتقل کنه، age appropriate empowerment age appropriate empowerment یعنی توان بخشی متناسب با هر سن. من خیلی 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 از این کانسپت ها تو روابط دخترم و بچه هاش میبینم و تجربه میکنم. مثلا اولین باری که یکی از این بچه ها دوید اون طرف خورد زمین، من مادر بزرگ روانشناس دویدم که کمکش کنم مثلا، و بعد مادرش من متوقف کرد و بعد بهش گفتش که او دردت اومد، خوردی زمین، کمک احتیاج داری یا خودت میتونی بلند شی؟ بعد اون بچه‌م حالا به هر دلیلی گفت خودم میتونم بلند شم. بعد گفتش که چی کار من میتونم بکنم که بهت کمک کنه؟ بعد گفت بندید واسم بیار. این اجازه دادن به او که خودش مسائلش رو بتونه، احساس توان میکنه، احساس قدرت میکنه وقتی میتونه به اندازه متناسب با سنش. خب به بچه نمیتونیم بگیم ماشینم خودت را ببر برو، ولی متناسب با سن توان بخشی او. مسئله بسیار مهمی که اینجا اتفاق میفته اینه که بچه ها خود به خود مادر و پدر رو آیدیالایز میکنن، از مادر و پدر بت میسازن، موجودی بسیار بزرگتر از اونی که اونها هستن. چرا؟ برای نیاز خودشون، برای اینکه خودشون به اصطلاح آرام بشن، برای اینکه خودشون احساس امنیت کنن، اضطراب ناتوانی در خودشون بره پایین. بچه تو کوچه با بچه دیگه دعواش میشه، میگه صبر کن حالا بابامو میگم بیاد یه مش بزنه خونتون خراب شه، به دلیلی که باید یه همچین قادر مطلقی در کنار خودش تصویر کنه. حالا این آیدیالیزیشن یا بتسازی طبیعیه، ولی مادر و پدر آگاه با توانبخشی تدریجی کودک به تدریج خودشون رو با اون هم سطح میکنن، لول میکنن. شما اگر به جامعه ما نگاه کنید ببینید ما هنوز تو آیدیالیزیشن گیریم. همیشه باید یه کسی باشه که شما فکر میکنید چرا آقای خمینی وقتی آمدند ایران عکسشون رو در ماه دیدیم؟ برای اینکه اون باید سوپر پرسن بود که ما این همه آرزو و امید و توقع رو بتونیم بهش نسبت بدیم. عکس موی محاسنشون در کجا در اومد و نمیدونم قصه های به اصطلاح قدرت های عجیب و غریب. باور کنید من بین استادای دانشگاه دیدم میگن از نزدیک برو این مرد رو نگاه کن، ذوق میشی. یا تو ذوق بودی رو بروی اون رسیدی اصلا. به هر حال این مسئله آیدیالیزیشن اگر به موقع حل نشه، مسئله قدرت حل نمیشه. حالا اگر قدرت تبدیل بشه به یه چیزی که یا ما باید بالاتر از بقیه داشته باشیم تا احساس آرامش کنیم، یه موقع که میریم پایین تر نداریم وحشت ما رو برمیداره و لذا برای اینکه به اون وحشت نیفتیم باید دائم جنگ قدرت داشته باشیم، باید دائم برای برتری. اینجاست که روانشناسی معیوب سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری متولد میشه. و شما اگر نازی اشاره کرد که من سال 89 اولین برنامه تلویزیونی رادیویی و تلویزیون با مرحوم ایرج گرگین شروع کردم. بعدها والا از غلط خودم پشیمون شدم، برای اینکه نمیدونم الان اگر بشینیم ارزیابی کنیم آنچه که در رادیو تلویزیون ها
گفته میشه در مسیر روانشناسی خدمت یا خیانت. حالا آقای آل احمد نوشت در خدمت و خیانت روشنفکر. ما حالا باید بنویسیم، شما بنویسید دیگه جوانی، در خدمت و خیانت روانشناس. و این مسئله سلطه‌جویی، دامیننس، شما این دامیننس رو تو خود روانشناس میتونید پیدا بکنید مگه؟ یعنی حالا اجازه بدید، ما همیشه تفاوت قدرت وجود داره بین معلم و شاگرد، بین استاد و دانشجو، بین روانشناس و کلاینت، اما نوع سالمش اینه که معلم، استاد دانشگاه، روانشناس داره ثانیه شماری میکنه که تمام این توانی رو که اون آدم در اون میبینه به تدریج در خودش ببینه. در انتقال این توان به خودش هست که او به اصطلاح سلامت خودش یا راه خودش رو پیدا میکنه و غیره. یک روانشناس آمریکایی هست میگه تجربه مراجعه و روانشناس مثل سوار یک اژدها شدن در یک تونل تاریک که اژدها چشمش چون تو تاریکی بهتر میبینه، در مسیر این تاریکی به سوار خودش میگه که don't worry I know the way. بعد آخر تونلم که رسید، روشن که شد، اون میپره از پشتش پایین و خودش میره و فوقش یه بای بای بهش میکنه. اگر تو را نخورده باشدش. بله، ولی به هر حال این مسئله پاور و تا زمانی که ما موضوع قدرت در خودمون حل نشده، در روابطمون این به صورت یک معضل ظاهر میشه. کنترل باید بکنی چون از اینکه طرف روش از ما بره بالاتر وحشت داری. بعد باید حرف آخر ما بزنیم به دلیل اینکه فکر میکنیم مغلوب شد. بنابراین این 4 تا رو اگر بهش ترجیح، حالا خیلی خوبه که هممون یه نگاه کنیم ببینیم در برابر کی احساس ضعف میکنیم و در برابر کی احساس قدرت میکنیم و از خودمون بپرسیم چرا. چون هیچ کجا رابطه به رشد سلامت خودش ادامه نمیده جز روابط برابر توأم با حرمت و آزادی تجربه حسی. رابطه فقط در این شرایط میتونه رشد کنه و رابطه هم یک عنصر زنده است، در جا نمیزنه، مثل یک گیاه، یا رشد میکنه یا میمیره. ما خیلی مرده ها رو ممکن دفن نکنیم به دلیل ترس‌های مختلفه، ولی به محض اینکه رابطه رشد نمیکنه، رابطه به سمت میرایی میره. من دیگه فکر میکنم اونقدر ارزنی که باید چیز مصرف میکردم. 10 دقیقه وقت دارم. خیلی اگر 10 دقیقه وقت دارم یه موضوع دیگه ای رو پس اینجا مطرح بکنم و بعد بریم. یه چند تا مثال کلینیکی بزنم که اینا به اصطلاح یه مقداری جا بیفته. الان اینو همزمان که من حرف میزنم ما فکر بکنیم با هم، ببینیم که آیا روابط نزدیک با کسی برقرار کردن، یعنی زیر پوست عاطفی کسی رفتن یا کسی رو زیر پوست عاطفی راه دادن، چه حسی در ما به وجود میاره؟ آرامش، اعتماد، شعف، یک نوع پیوند قوی‌تر با زندگی، یا برعکس همه اینا اضطراب، دلهره، نگرانی، به ساعت نگاه میکنم، به تلفن نگاه میکنم، کی زنگ زد، کی نزد، با کی بود، با کی نبود. شما مثلا این حسادت‌های عاشقانه رو جز چی به حساب میارید؟ عاشق حسوده یا نیست؟ قراره حسود باشه یا نیست؟ هیچ کدوم ما بودیم که در دوره عاشقی حسادت نکردیم؟ چیزی که اینجا مطرح میشه، دوباره به اون اتچمنت اگه برگردی، اگر محبوب با من نیست
و با کسی دیگه است، من وقتی حسود میشم که فکر میکنم من از یاد رفتم. یعنی دیگری دارد آن چیزی رو که من میخواستم. خب این insecure attachment. دیگری دارد آن چیزی رو که من میخواستم. در حالی که secure attachment اینه که او وقتی با دیگری هنوز من از اطمینان جایگاه خودم نزد او آرامشم رو از دست نمیدم. این نوع secure attachment و برمیگرده به یک مثلث عاطفی اولیه که خاستگاه بسیاری از حسادت‌های بیمارگون مثل فیتال اترکشن هست. این مثلث اولیه عاطفی اینه که باز رابطه عاطفی و پیوند روحی بچه در ابتدا با مادر یا کسی که نقش مادر رو ایفا میکنه صورت میگیره. این رابطه اول یه رابطه خطی بین این دو موجوده، من و تو، من و تو، و در این وضعیت به تدریج عنصر سوم که اگر حضور فیزیکی داشته باشه، عنصر سومی که وارد میشه پدر. خب حالا بچه پدر رو داره کشف میکنه و با پدر هم یه نوع رابطه میخواد داشته باشه، ولی بزرگترین نگرانی اضطرابش اینه که من با این رابطه داشته باشم مثل وی، من اینجا با مادر رابطه داشته باشم، حظمو بکنم، با پدرم رابطه داشته باشم، حظمو بکنم، اما مواظبم این دوتا با هم رابطه نداشته باشن. چرا؟ چون وقتی این دوتا رابطه دارن من احساس میکنم هر دوشون از دست دادم. خب این دوره هست که حالا به قول آقای فروید همون اودیپال کامپلکس و اون حسادت‌های دوره عقده اودیپ به قول معروف که همین تو شهر شما پدرشو کشت و با مادرش ازدواج کرد، این مسئله به اصطلاح اگر ریزالو نشه، اگر حل نشه، حالا حل شدنش چگونه هست، اینه که بچه تجربه‌ای که باید بکنه اینه که رابطه من با این و رابطه من با این در اینجا هم من اینکلوددم، من بخشی از این رابطه هستم. حالا اگه به طور عملی بخوایم این رو بیاریم تو آموزش هایی که به بچه میدیم، من یادم هست موقعی که نیلوفر 3 سالش بود، من یه روزی از دانشگاه اومدم، چون دانشجو بودیم دیگه، من اومدم و دیدم که این نیلوفر یه مقدار زیادی علنگو و اینا، چون همیشه هم دوست داشت، هنوزم دوست داره، بسته بود به دستش و بعد 20 تا سنجاق سر رنگی و اینا زده بود، یه دونه کیف دستی هم تازه تو دستش گرفته بود. ما از درک اومدیم، من از درک اومدم تو، گفتش که Daddy and I we are going to have a dinner and movie and we are not taking you. یعنی درست منو باید کنار بذاره تا اون دلگرمی و به اصطلاح دلقرصی. اینجا هست که مادر و پدر هست که بدون اینکه با این پدیده فایت کنن یا بجنگن، باید بچه رو از کانفیوژن بیرون بیارن. متاسفانه مادر پدرهایی که با هم روابط ناهنجار دارن در این دوره به خصوص اینو به حساب این میارن که منو بیشتر دوست داره یا منو بیشتر دوست داره، و بیشتر این نوع منو میخوای یا اونو، منو بیشتر دوست داری یا اونو، با من میخوای بری بیرون یا با اون، میخوای با من همون بگیری یا با اون، این سبب میشه که این مرحله به اصطلاح مثلث عاطفی به شکل سلامتش فرم نگیره و خود این منجر به همون احساس سپریشن و اضطراب و همه اینا میشه. حالا من فکر میکنم که بیشتر به یه نکته رو فقط اشاره بکنم، چون اینو مقصودم بود حتما اینو اشاره کنم. چرا سکیور اتچمنت اهمیت داره؟ به دلیل اینکه الان دیگه زیر دستگاه فانکشنال امارای میتونن به خوبی ببینن. حتی آقای دانیل سیگل در 2 کتاب معروفش Parenting from Inside Out و Mindfulness، تو این 2 کتاب
خیلی قشنگ نشون داده که حتی در 1 سال اول عمر بچه‌هایی که تو اضطراب و تنش و هول و هراس و به اصطلاح نگلکت، فراموش شدن، برای رضای خدا سپرده شدن، بزرگ میشن، یعنی 1 سال اول عمرشون اینجوری شده، نوع ارتباطات سلول های مغزی از بهترین بخش های مغز استفاده نمیکنه. حالا منظور من از این چیه؟ ما با حدود 100 بیلیون سلول مغزی به دنیا میایم. خب با حدود 100 بیلیون سلول مغزی به دنیا میایم. 200 بیلیونی که خب بیمه کرده روزگار، وقتی نیمی از اونها هم فعال باقی میمونه، ما با حدود 100 بیلیون سلول مغزی به دنیا میایم. اینا هیچ کدوم با هم کانکشن ندارن غیر از یه سری محدود سلول های بویایی و سلول های شنوایی در قبل از تولد به مقدار بسیار کم. در نتیجه این سلول ها وجود دارن اما ارتباطات و گفتمان میان سلولی بینشون نیست. یعنی شاهراهای ارتباطی عصبی فرم نگرفته. کی فرم میگیره؟ در تجربه فرم میگیره. حالا ما انسانیم به دلیل اینکه پریفرانتال لوبمون یا پریفرانتال کورتکسمون 30 تا 31% از حجم و درصد مغزمون رو تشکیل میده. شامپانزه باهوش عموزاده قبل از ما 10% مغزش پریفرانتال کورتکس داره. تو این پریفرانتال کورتکس 9 تا کار مهم صورت میگیره که با 9 تاش کاری ندارم، فقط مهماشو میگم. ایموشنال رگولیشن، تنظیم عواطف. یعنی تنظیم عواطف یعنی ترموستاتی که اگر ما تنظیم نکنه هوای اینجا رو یا یهو داغ میشه یا یهو یخ میزنه. مغز ما هم اگر مغز پیشانیمون دستن در کار بالانس کردن و تنظیم عواطف و هیجان‌های ما نباشه، ما یهو خشمگینیم یا یهو خوشحالیم، یعنی متعادل نیست. ایموشنال رگولیشن یکی از کارهای مهمیه که میکنه. نکته بعدی که بسیار مهم انجام میده این کار اینه که به اصطلاح دو قسمت مغز نیمکره چپ و نیمکره راست رو از طریق پل‌های ارتباطی در کنکشن با هم قرار میده. حالا اینا بحث مفصلیه ولی کارهای مهمشو دارم میگم. نکته بعدی که مال پریفرانتال کورتکسه مسئله به اصطلاح کنترل ترمزهای رفتاریه. چرا وقتی یک کسی این قسمت از مغزش مشکل پیدا میکنه یا الکل میخوره یه قسمت فانکشن این قسمت از بین میره، کارهای عجیب غریب میکنه. خب کارهای عجیب غریب میکنه. وقتی تموم شد چشم. فقط این تکه رو بگم. حالا دیدن اون بچه‌هایی که درست در شرایط خوب بزرگ میشن، اولین بخش‌های ارتباطی که در مغز نیمکره مغز راست اتفاق میفته که مال حس کردن و امپاتی، هم حسی، فهمیدن حس دیگران، کانکشن کردن، ارتباط برقرار کردن، تجربه حسی از دنیا کردن، این شاهراهای ارتباطات مغزی قشنگ از پریفرانتال کورتکس شروع میشه و گسترش پیدا میکنه. یعنی مغز انسانی ما که قرار تنظیم عواطف کنه، ترمزهای رفتاریش درست کار کنه، دلدون دیگران باشیم، از منطق استفاده بکنیم، لاجیک داشته باشیم، قدرت اینترپریتیشن داشته باشیم. و یه چیز دیگه مهم که دکتر امایی خیلی توش علاقمند و به اصطلاح کار کرده هم هست، مسئله اسپریچوالیتی. انسان موجودی اسپریچوال به دلیل نوع مغزش در سلسله تکامل، بعد همراه باهاش کوآپریشن، همکاری. اما بچه‌هایی که در شرایط نامناسب ترس و جنگ و اضطراب خانگی و غیره و غیره تجربیات اولیه‌شون فرم میگیره، تا قبل از 1 سالگی در به اصطلاح اسکن مغزیشون در کتاب Parenting from Inside Out هست. برید و نگاه کنید. مغز میونبر میزنه و بیشترین قسمت و استفاده رو از مغز حیوانی میکنه. مغز حیوانی کارش تنازع بقاه. تنازع بقا. در تنازع بقا شما 2 تا واکنش بیشتر نداری. fight or flight. بجنگ یا بگریز.
و این در منطقه امیگدلا اتفاق میفته و ارتباط بین لیمبیک سیستم یا قسمت خاستگاه عواطف مغز و قسمت اورژانس‌های مغز سبب میشه که این بچه‌ها دائم فکر میکنن در حال نابودیه و لذا اون نوعی با دنیا رابطه برقرار میکنن، غریبه هراسی دارن، شک و تردید دارن، بر دیگران میخوان بتازن، دیگران رو باید حذف کنن چون خودشون سروایو کنن. البته ما بچهای 70 ساله هم داریم ها. بعد و این مسئله گره میخوره به قدرت معیوب یا مفهوم ناسالم از قدرت و مسئله ضرورت سلطه‌جویی. و هر وقت ما ضرورت سلطه‌جویی داشته باشیم باید شکار کنیم موجودات سلطه پذیر رو و موجود سلطه پذیر موجودی که سلف استیم کم داره. به این ترتیب هست که انقلابات شوم جهان رهبری عظیم و شأن خلق می‌کند و پیروانی مطیع و سرسپرده بدون حرمت ذات و استقلال رأی و نفس. تموم شد بابا ارزنده. با تشکر از شما خانم دکتر. اگر لطف کنین اتاق بغل چای و قهوه هست، یه 20 دقیقه بریک داشته باشیم، خانم دکترم یک استراحت بکنن و در خدمت. خبر خوبیه که چون عده کمه شیرینی زیاد. بله، می‌خواستم اول شیرینی‌ها رو بخوریم. بله، ما یه تلفنی داشتیم از قنادی کلوچه و مدیر اونجا خانمی بودن. خانم ببخشید اسمشون رو فراموش کردم، خیلی معذرت میخوام. ایشون شیرینی‌های امشب رو به خاطر علاقه خاصی که به خانم دکتر دارن به ما اهدا کردن. خانم شیرین، خیلی ممنون. بفرمایید، خواهش می‌کنم. 20 دقیقه. من الان کارت قنادی کلوچه رو داشتم. ببخشید، من معذرت میخوام از مدیریت این بند به اصطلاح قنادی که من درست معرفیشون نکردم و تقصیر منم نبود، چون که قرار بود که من بعد از بریک ازشون تشکر بکنم. به هر حال قنادی کلوچه توی منطقه هندون هولدرز هیل رود هستن و بازم ازشون ممنون برای پذیراییشون. خیلی ممنون، متشکرم. توی این قسمت برنامه الان ساعت 9 هستش. ما 45 دقیقه تقریبا داریم که فرصت پرسش و پاسخ هست با خانم دکتر فرنودی. اگر لطف بکنین کوتاه باشه سوالاتون، خیلی ممنون میشم که تعداد بیشتری بتونن به سوالاشون رو مطرح بکنن. معمولا این قسمت برنامه خیلی جذابه، یعنی ماها خودمونم که حالا تو این حوزه فعالیت داریم، من خودم شخصا دارم میگم، اینم نمیگم برای اینکه بخوام تعریف کرده باشم یا اون فرهنگ تعارف باشه، ولی من خودم شخصا از پرسش و پاسخ‌های خانم دکتر با افراد که توی تلویزیون تو برنامه‌های مختلف هست خیلی چیز یاد گرفتم و من فکر می‌کنم این بخش خیلی بخش مهمیه و جذابیت هم داره. حالا اگر سوالی دارین، اگر دستتون رو بلند کنی بفرمایید. شما خواهش فقط اگه لطف کنین بلند چین بیستین، بعدم بلند بگین، چون متاسفانه میکروفون نداریم. امکانش نیست میکروفون رو جابجا کنیم، خیلی سیمش کوتاهه. من میترسم که چیز باشه. صدای شما خیلی یواش. میخوان بچه‌هایی که تو محیط‌های پر اضطراب رشد می‌کنن که نمی‌تونن قسمت مختلف مغزشون با هم ارتباط برقرار کنه، اون موقعی دست خودشون نیست. خیلی آن مشکل رو دارن. شما چه راه وقتی کسی بزرگ میشه چه راه حلی دارید که این مشکلش رو برطرف کنه یا آیا اصلا میتونه برطرف کنه یا تا آخر اون باشه؟ بله، خبر خوب این هست که مغز، ببینید
یه لوح ژنتیکی ما داریم که با چیزی به نام تجربه فعال میشه، یعنی محیط و یادگیریاش فعال میشه و عنصر سومی به وجود میاد به نام مایند یا ذهنیت. خب شما هر وقت که به این مغز تجربیات تصحیحی بدید، ذهنیت هم تغییر میکنه. کار سایکوتراپی، کار روانکاوی، کار روان تحلیلی اگر درست انجام بشه، این هست که این ذهنیت جدید رو به وجود بیاره. حالا جالبه که آقای آلن شور، سایکیاتریست و نوروساینتیست دانشگاه UCLA، باز دوباره با کلاینتاش قبل از اینکه تراپی رو شروع بکنه به اصطلاح فانکشنال MRI ایمیج میگیره و بعد از 1 سال دوباره فانکشنال MRI میگیره و شما میبینید که نوروپت‌ها تغییر مسیر میدن. یعنی یعنی ما در شرایط اضطرابی قرار میگیریم، مغز خود به خود بیوشیمی اضطراب رو هم تولید میکنه و بیوشیمی اضطراب به مسیر عصبی میگه که به کدام قسمت، از کدام قسمت با کدام قسمت حرف بزنه. وقتی این تغییر میکنه، منتها تراما یا اون ضربه روحی باید به شکل فنی و تکنیکی تصحیح بشه. آیا فقط با روانشناس صورت میگیره؟ نه. شما این تجربه تصحیحی رو میتونید با یک همسری که زندگی در کنارش برای شما تجربه متفاوت از اون بیم و هراس و حول و اضطراب و تحقیر و خشونت و غیره باشه، به تدریج التیام پیدا. با یه دوست میتونه این اتفاق بیفته. مهم اون تجربه امن، اون دلبستگی امنه که به شما فرصت میده که از اون اضطراب و تشویش بیرون بیاد. اما مدل گرونش ولی حساب شده و دقیقش رو که مدتش معلومه، خب تراپیه. اونم نه هر نوع تراپی. شما اگر تجربت از ترس و دلهره است، ممکنه یه تراپیست این ترس و دلهره رو در شما بیشتر کنه. بنابراین این تجربه تصحیحی برای شما نخواهد بود. آدم ها که میان من اینجوری معرفی میکنم، من میخوام ببینم که این یک انسان نرمال، معمولی، حالا آدم میگه معمولی، حالا چی هست، این کارو میکنه یا این که برمیگرده بازم. چون من فکر میکنم که همونجوری که شما میگید هر روز باید یاد گرفت، انسان هایی هم که به هر حال یک گذشته سخت داشتن باید درمان بشن و من تلاش میکنم به هر حال. و امروز صحبت هایم کردیم برای من خیلی جالب بود، یعنی اون دوتا آدم به هر حال، یعنی من میخوام بگم من با دست پر میرم و اینکه میخوام ببینم که شما از نظر روانشناسی یا نورولوژی هرچی چجوری این آدم رو میشکافین. نمیدونم حرفمو گفته بستگی. بله شما گفتید که مثلا آدم میاد خونتون، یک گیاهتون اسمش همسرتونه، یک گیاهتون اسمش، یعنی همه عزیزانی که از دست دادی. خیلی احتمالا شما این شیوه به اصطلاح یادمانی رو انتخاب کردی که برای خودت یه راهی باز گذاشتی تا از رسیدگی با این عناصر زنده، نبودن اونها رو، نبودن جسمانی اونها رو نپذیری. اگر به خودت کمک کرده، کیه که از بیرون بگه؟ حالا من البته خورده راحت نیستم اگه بیام خونه شما مثلا بگین عباس آقا رو ملاقات کن یا این احمد آقاست. من راحت احتمالا نیستم، چون من خیلی فکر میکنم که سازگاری درست با مسائل، یعنی واقع بینانه مسائل رو. حالا این اگر خودت آگاهی که این یک کار سمبولیکه. خب من خودم همیشه فکر کردم که اگر
یه روزی مادرم رو از دست بدم، دوست دارم که به یادش یه درختی بکارم، ولی اسمشو اون نیست و به دیگرانم معرفی نمی کنم. ولی خب این شاید شیوه منه. ببین هیچ کسی از بیرون به شما نمیتونه بگه اون چیزی که به شما داره کمک میکنه غلطه. هیچ کس این اختیار رو به هیچ کس ندید اگر داره به شما کمک میکنه. اما اگر بگیم این یک پروسه سلامت گریف و لاسه، اون وقت من بهتون میگم نه، گریف و لاس پروسه سلامتش اینه که آدم میتونه بگه که پدرم که فوت کرد و برادرم که فوت کرد این درخت رو به یادش اینجا کاشتن. همینه، یعنی یاد ما در واقع، یعنی با من خودم فکر میکنم که بیادشون هست که پدرم، مادرم و آدم‌هایی که در واقع از دست دادم. من خودم اینجوری فکر میکنم ولی ببخشید من دوباره توضیح دادم. نه، اگر خودت واقع بینانه میدونی اونها نیستن و تو برای یعنی کاستن یا کم کردن از فقدان و رنج هجر خودت این گلدون اینجا کاشتی یا این درخت رو کاشتی، کسی چه رفتی داره؟ خیلی ممنون، مرسی. بفرمایید شما. اون تفاوتی که گفتین شما در مورد زن و مرد هست، تفاوت بین زن و مرد در نقش اکسیتوسین. و اینکه زن به اصطلاح گرایش داره به اتچمنت و مرد این میل نداره. آیا میشه گفتش که طبیعت فرق مثال خروس رو نزنیم و همه آقاهای نمیزنن. نه، میشه گفتش که این لازمه کار بوده که رد ساخته شد که این جوری بشه. چی به چه جوری بشه؟ یعنی این دوتا با هم دیگه در این مورد تفاوت کنن و نه، چه جوری باید بشه تو زندگی عملی؟ نه اون عملیشو باید اگر مشکلی ساخت خب باید حلش کنن و ادراکش. ولی اینی که چرا اینجوری شده من میخوام میگم لازم بوده، شاید سالها میلیون‌ها سال همینجوری گذشته و این بنا به ضرورت ساخته. اگر اینو قبول کنی بعد میگیم پس باید حسش کنی. نه، من میدونستم به کجا میخوای برسی. بله، آیا پلیگامی برای مرد طبیعیه؟ چرا ما میخوایم مونوگامی به وجود بیاریم؟ همین یه دونم زیادم ها. نه، ولی موضوعی که گفتید زیربناش همین فکره دیگه، در طبیعت. بله، جنبه علمیش اولا اگر ما در به اصطلاح نگاه تکاملی ایولوشنری نگاه بخوایم بکنیم، بله شما میدونید که کمک میکرده که مرد در هر اینتراکشن سکسی میلیون ها اسپرم رو به اصطلاح ریلیس میکنه، در حالی که خانم ها در هر ماه فقط یک دونه ایگ ریلیس میکنن. یعنی خب بنابراین مردها نقش به اصطلاح فعالی در باروری و بیولوژی زیست داشتن. اما من فکر میکنم که موقعی که ما از اکسیتوسین صحبت میکنیم و گفتیم این پدیده ولی طبیعیه، اون تیکه آخرش که گفتی حفظش کنی، اون تیکه رو من باهاش مخالفم، چون اولا یکی از معضلات جهان امروز جمعیت زیاده، یعنی اوورپاپولیتد دنیا، بنابراین دیگه نیاز چندانی به این همه اسپرم شما نیست، اوورپاپولیتده. این یک. تازه الان یه عده‌ای از این موضوع تقدیر میکنن یا استقبال میکنن که باید به اقلیت‌های جنسی مثل گی لزبیان فرصت داد که اگر نمیخوان تولید مثل کنن، شاید یک نوع متعادل سازی مسئله جمعیت در جهان باشه الان. بنابراین به محض اینکه مسئله دیگه تولید مثل مطرح نیست، چون ما تولید افزوده داریم، حالا بحث مسئله اینه که نهاد خانواده یا رابطه زناشویی به چی معنا میشه. حداقل در جهان ارتباطات سالم و در جهانی که دیگه زن
عنصری یا ابزاری برای یک جوجه کشی نیست. معنی رابطه اینجوری توصیف میشه که دو انسان بالغ به امید دوست داشتن و دوست داشته شدن و تشکیل چیزی به نام خانواده نسبت به هم تعهدمند. اون وقت برای این تعهدمندی طبیعت همراه زن هست، یاور او هست، به خاطر اکسیتوسین. البته الان خانم‌ها ما می‌بینیم که یه مقداری هم مثل ضد اکسیتوسین میخورن اخیراً، ولی به هر حال طبیعت زن تک زوجیه و یکی از دلایلی که زن به محض اینکه دلسپردگی به جای دیگه پیدا میکنه، خانواده به هم میریزه، اینه که قابل تشخیص از رفتارها، در حالی که شیطنت‌های مردانه گاهی سالها دوام پیدا میکنه و همون نقش هم تو خونه به اصطلاح ایفا میشه. در یک همچین شرایطی اگر یه همچین معنایی داشته باشیم از رابطه، اون وقت باید بگیم که مرد در معرض یک چالش اخلاقی در دنیای امروز، یعنی در جهان مدرن نه جهان سنتی، در برابر یک چالش اخلاقی قرار گرفته برای اینکه دل و دلدادگی و دلسپردگی رو با جفتش تجربه کنه، وفادار و متعهد و تک زوج باقی بمونه. این یه چالش. یه دونه جمله دیگه من اصلا تو اون خط که شما از نظر ارتباطی اینجور که من دارم دو تا گرایش دارم، دو تا تمایل شاید مثلا ژنتیکی بگیم دارم که یکی شده که میخواد اتش بشه بدنی کنار، ولی عملا هممون شدیم، ولی میگن شاید این به ضرورت اصلا به بچه و اسپرم اینا بده کنار، چندانی و اینا اصلا به اون چیزی که من داشتم میگن این دو تا طرز فکر ناخودآگاهانه در زن و مرد من اینجوری فهمیدم که هست و این ساخته شده حالا نیست و من به سنسوری بله معلومه میلیون ها سال شاید و چون دست طبیعت تو کار بوده و میلیون ها سال هم بهش گذشته، حدس من این چیزی ندارم شاید ضرورتی، چون در بسیار طبیعت خب ضرورت هم با تغییر شرایط تغییر میکنه. اینی که من گفتم فکرش کنیم یعنی خواستم ببینم مفید بوده شاید، ولی اینی که اگه من چون اینجوری بوده آره برم دو تا زن بگیرم خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون، مرسی. من یه سوال دارم خانم دکتر، از موقعیتم سوء استفاده کنم اینجا، یه سوال خودم دارم، فکر میکنم که برای همه مفید باشه، حالا به خاطر که حالا تو حوزه‌ای که شما فعالیت داریم ما فعالیت داریم، در رابطه با همین مسئله رسانه هاست و به اصطلاح سایکولوژی و این برنامه هایی که ما میبینیم هستن، کسانی که به عنوان حالا واقعا هم روانشناس هستن ولی ماهایی که لااقل توی این حوزه فعالیت داریم، من مطمئنم که همکارا اینجا با من موافق هستن، این افراد به هیچ عنوان، یعنی کاری که دارن ارائه میدن به هیچ عنوان توی اون چارچوب و رویکردهای به اصطلاح روان درمانی، روانشناسی نیست، یعنی نوعی که با افراد برخورد میکنن و ما داریم افرادی رو که توی کلینیک خودمون به قول شما یه اصطلاحی همیشه استفاده میکنید لطوپار عاطفی شدن و میان و از ما کمک میخوان. من سوالم از شما اینه که این چه اتفاقی میفته واقعا؟ این حالت مرید و آخه چون میبینیم همون افراد میان و اینا دنبال رو دارن، پر میشن، سالنا پر میشه و به یه نوعی سوء استفاده چی میگن تجاری میشه، چون اینا آدمای آسیب پذیری هستن که به خاطر اون آسیب پذیریشون میان دست کمک دراز میکنن و به یه شکل دیگه‌ای باشون برخورد میشه. من میخوام بدونم که واقعا نقش خود ماها چیه؟ این حالا فرهنگیه که ما دوست داریم مرید و مراد داشته باشیم، ما باید چه کار کنیم واقعا؟ خب من اول اینجوری پاسخ میدم که الان جوانی که این جلو نشسته بود
یه جمله‌ای به من گفت. چی گفتی جمله؟ من گفتم مادرم شما رو میپرسته. آها، گفت من مادرم شما رو میپرسته. من گفتم چه خبر بدی. یعنی یکی از بدترین خبرهایی بود که میتونستی به من بگی. گفتم خیلی خوشحال میشدم اگر میگفتی مامانم به تو خیلی علاقه داره و تو رو دوست داره. چون این مسئله اشاره که کردیم مرید و مرادی، ببین یه موضوعی رو ما میدونیم، یه موضوع میشناسیم به نام خودشیفتگی یا نارسیسیسم. نارسیسیسم عبارت هست از، یعنی در کل اگر ویژگی هاشو بخوایم در نظر بگیریم، که به دو نوع هم تقسیم میشه. ما دو نوع خودشیفته داریم. خودشیفته پوست کلفت که بهش ابلیویس یا سرمست و بیخبر هم میگن. خودشیفته پوست نازک یا هایپرویجیلنت. و اگر ویژگی های این دو نوع خودشیفتگی که هر دو نوعش یک نوع بنبست رشد روانی عاطفیه، هر دوش بنبست رشد روانی عاطفیه و هر دوش به اصطلاح تشکیل معیوب خیشتن یا فرمگیری خیشتن کاذب به جای خیشتن واقعیه. خب هر دو. اما این دوتا تفاوت‌هایی دارن با هم که حالا اون تفاوت‌هاش هم چرا به وجود میاد یه خورده تکنیکال میشه، ولی شما که همکارم هستین میدونید. ولی به هر حال این خودشیفته پوست کلفت یه ویژگی‌هایی داره. اولا باید همیشه لیدر باشه. دو، باید در مرکز توجه باشه. سه، باید هرگز انتقادی ازش نشه. چهار، باید پرستیده بشه و داردسته دورش داشته باشه که این خیشتن کاذبش یا تورم نفسی که بسیار هم آسیب پذیره، مثل حبابه که میتونه بترکه، این طرفدارانش و پیروانش و اینا محافظت کنن که این حباب هرگز نترکه. باید حرف آخر رو بزنه و باید به اصطلاح دیده بشه. من همیشه میگم اگر یه خودشیفته پوست کلفت وارد مجلسی شد و یهو دید همه بهش توجه ندارن، اگه شده یه صدای عجیب غریب از خودش در میاره که چشم‌ها بره به طرفش. اون وقت اینو اینجا شما داشته باشید، همه امتیازات دنیا رو دوست داره بهش بده و دیوانه تمجیده. عشق رو اصلا نمیشناسه، مهر رو اصلا نمیشناسه، ولی ادمیریشن و تحسین رو خیلی میشناسه و چون تحسین هیچ کس رو سیراب نمیکنه، تحسین سکه طلایی که دل من و شما رو پر کنه نیست. عشق و مهربونیه که دل من و شما رو پر میکنه. قلک دل ما با عشق و مهربونی پر میشه و با کنکشن، در حالی که تحسین معمولا یه عده‌ای میکنن و یکی هم دریافت کننده است. حالا چون این نیازش هم تحسینه و اکثرا هم از هوشبهر خوبی برخوردار هستن و اینها این خصوصیات شما داشته باشین. حالا میریم سر اون دسته دیگه که خودشیفته آسیب پذیر و هایپرویجیلنت هستن. اون برعکس هیچ کسی نیست مگر اینکه یک بت عظیم و جثه وجود داشته باشه که این دومش رو به اون گره بزنه، پرستشش کنه، با اون همانندی کنه، از اون هویت بگیره، در پرستش اون حیات روانیش معنا پیدا میکنه. بعد اون هرچی دلش میخواست حرف آخر رو بزنه، این اصلا حرفی نداره برای زدن. این اگه خوش بادمجون هم درست بپزه بگی خورشت خوب شده بود، میگه شانسی بود یا مثلا بادمجونش خوب بود یا مرغش خوب بود. برای هیچ چیزی کردیت نمیخواد بگیره، اما تمام کردیت های دنیا رو میتونه به پای بوتش بریزه و اون وقت لو سلف استیم داره. هر دوی اینا لو سلف استیم دارن، اما اون سودو کانفیدنس داره، یعنی اعتماد به نفس کاذب یا شبه اعتماد به نفس داره و این یکی اصلا اون اعتماد به نفس هم نداره، فقط در پیروی از اون بوتش یک نوع اعتماد به نفسی پیدا میکنه. روح منی مثلا خمینی
و اینجوری فقط یه معنایی پیدا میکنه. من باور کنید اینو اگه بگم یعنی زیاده گویی نکردم. یکی از لحظاتی که تصمیم گرفتم باید از ایران بیام بیرون موقعی بود که یه همسایه تو کوچه ما یه بچه به دنیا آورده بود. منم از رو ادب یه چیز کوچولی خریدم رفتم دیدنش. بعد بچه پسر بود انقدر بود. بعد مادر این بچه رو گرفته بود تو دستش. بعد میگفت این بچه حزب الله فدایی روح الله است. بعد من گفتم میترسه بچه مثلا اینجوری که اینجوریش میکرد و اینا. بعد فکر کردم واو. خب حالا بت و بت پرست دو نوع خودشیفته از این دو نوع قماش. او متولد میشه و راه حفظ موقعیتش هم بستن راه بر دیگران و اینم در وابستگی به اون یک حیات روانی، حیات اجتماعی، هویت به اصطلاح با ارزش، یعنی در پیروی از اون هویت پیدا میکنه. پسر من یه بار توی یه دونه از صحنه‌های تلویزیونی دید که حالا سوپریم لیدر ایران داره صحبت میکنه، بعد هنوز هیچی نگفته، آدم ها گریه میکنن. بعد گفتش که why are they crying؟ گفتم که ایموشنال شدن. گفت اینه هیچی نگفته که هنوز. اون اصلا چیزی نباید بگه. اینا قبل از اینکه اونجا بیان بشینن ذوب شدن. بنابراین ازدواج این دوتا که به نظر من بسیاری از انقلاب‌های شوم جهان رو هم پایه‌گذاری کرده، چه آلمان ناتزی باشه، چه ایران باشه و چه موسولینی و ایتالیا، یه همچین وحدتی بود. حالا نمونه‌های کوچکتر اینا بین شما و ما قهرمان‌های تلویزیونی به وجود میاد گاهی. حالا اون قهرمان تلویزیونی اگه دلش بخواد به این دامن بزنه شگردای زیادی هست که میتونه این کارو بکنه. اما یکی از بزرگترین شگرداش اینه که بهترین نوع بهره‌گیری روانی از یه انسان دیگه اینه که تو بر او حمله کنی که او در موضع دفاعی قرار بگیره و بعد فرصت دفاع هم بهش ندی، در نتیجه یه دقیقه مکس میکنه و بعد تسلیم تو میشه. اما وقتی تلفن گذاشت زمین حالش بهتره یا بدتر، این مطرحه. حالا من یه نکته بگم. ایشون که گفتم مامانم شما رو میپرسته، من فکر کردم چه مامان باسوایی داره که خانمی چون شما رو تو این مجموعه آدمایی که هستن هر کدوم بلدن قشنگ چجوری روغن بریزن، شما رو انتخاب کرده. باید آدم باسوادی باشه و اینو من فکر کردم. شما لطفه. یعنی خیلی ممنون. یعنی این مرسی. اجازه بدید بفهمید. اول اینکه سوال اولم میخواستم در مورد یه نوع خشم به نام قهر کردن بله. از شما سوال کنم. خشم پسیو بهش میگن، پسیو اگریشن. مثلا به طور مثال اگر من همسرم رو به دلیلی ناراحت کنم، ایشون از من دلخور بشن، صحبت نکنم برای با من یک هفته، 2 هفته، 1 ماه، و 2 اگر ایشون آزردگی‌های گذشته رو چرا نمیتونن فراموش کنن. اگر امروز من اشتباهی کردم که شبیه اون اشتباه رو 10 سال پیشم کردم، این باعث میشه که این قرار همینطوری اوکی. اگه شما اشتباه 10 سال پیش رو الان هم تکرار میکنی، گذشته در نگذشته. اشتباه وقتی در گذشته میمونه که در حال تکرار میشه. وقتی در حال هم تکرار میشه یعنی شما حساس نبودی به رنجی که بر دیگری آرز کردی. بنابراین اون تیکش رو بزنیم. حالا بریم سر قهر و آشتی. پروفسور بیمن در هاروارد ریویو یه مقاله‌ای داره. بیمن فارسی بلد بود. جالبه. الان هم در دانشگاه براون یونیورسیتی تدریس میکنه. یه مقاله‌ای داره در هاروارد ریویو به اسم قهر و آشتی. میگه very complicated
conflict resolution skill among Iranian. آره یعنی خیلی مهمه این. حالا بازش میکنم ببینیم چیه. ببینید اولا این نکته رو بگم که آقایون وقتی که عصبانیتشون از یه درجه بالاتر میره، به خصوص وقتی متمدن باشن، اون فاصله که شما اسمشون میذاری قهر، اونا احتیاج دارن برای اینکه تو خودشون پروسس کنن و برگردن. این جزء تفاوت‌های مغز زن و مرد. این فرصت رو دادم. فقط اونا یک چیز رو باید داد بگیرن. این موضوعی که مطرح کردیم منو بسیار آزرده کرده. الان احتیاج دارم 2 روز به حال خودم باشم، برمیگردم باهات صحبت میکنم. برای اینکه اشکالی نداره ولی 2 هفته خیلی اشکال داره. حالا به هر حال این مسئله که او احتیاج به زمان داره که تو خودش پروسس کنه و بعد بتونه برگرده. چون یادت نره گفتگو و حرف زدن جزء خواسته های ما زنان و مهارت ما زنان هست. بعد پسرها یا مردا معمولا گفتگوگر نیستن. شما اگر وارد اتاق بشین چند تا آقا نشستن، اینا دارن با هم یک کاری میکنن، یا تخته بازی میکنن یا تلویزیون نگاه میکنن یا نمیدونم یک کاری میکنن، ورق بازی، یک کاری با هم میکنن. ولی که خب وارد اتاق بشین چند تا خانم باشین اینا دارن حرف میزنن. یعنی حرف زدن به اصطلاح اسکیل ماست. اما برگردیم سر سیستم قهر و آشتی در بین ما ایرانیان. ببینید کانفلیکت رزولوشن اسکیل یا مهارت در حل مسائل یه اسکیله. من یادم سال 73 با هربرت بلومر این درس رو اصلا گرفته بود. درس میداد به ما کانفلیکت رزولوشن اسکیل، یعنی وقتی به یک بحران یا تعارضی برمیخورید چگونه میتوانید اون بحران یا تعارض رو حل کنید. الان میبینم که مثلا کسایی که تخصص با کودکان دارن مثل نیلوفر دختر من، بچه‌ها یه صحنه رو الان براتون میگم، یعنی عین تئاتر، که آرزو می‌کنم اینا رو مثلا یه موقع آدم ضبط کنه برای آموزش به اصطلاح کسایی که تخصصشون این نیست، میتونه مفید باشه. این 3 تا بچه نشستن توی فضا هستن، 2 تاشون دارن با هم بازی میکنن، از اینایی که میزنن روی میز مگنتیک میره و میاد و اینا، 2 تایی دارن بازی میکنن. سومی که حس میکنه دور مونده، عقب مونده، میاد دستشو میذاره روی این، میگه که it's my turn، الان دیگه نوبت منه. بعد اینا دارن میشمرن نمره هاشون جلوشون، میگن نه هنوز بازی ما تمام نشده، کلوی باید یکی از ماها به بازی بریم بیرون بعد تو بیاد. اون میگه که نه من الان میخوام بازی بکنم، اینا شما خیلی وقت دارید بازی میکنید. اون وقت پسری که کم حرف ترم هست برمیگرده میگه که اگر این توپو یا این مهره رو ول نکنی تو 2 تا دوست رو از دست داری میدی. بعد دختره برمیگرده میگه که temporarily، موقتا، یعنی میخواد مثلا دلداری بهش بده. بعد میگه که اون وقت میگه که کلوی باید اینو بذاری الان اینجا ما بازیمون رو بکنیم، ولی یکی که برنده شد به اصطلاح با تو بازی میکنه و اینا. اینو بهش میگن conflict resolution skill. مادره دائم اینا وقتی سر یه چیزی با هم به جون هم میفتن، مادره میگه go and work it out، خودتون برید مسئله رو حل کنید. خب حالا برگردم به این سیستم قهر و آشتی. شما نگاه کنین، بیمن حداقل اینو میگه یه سیستم بسیار بسیار پیچیده است برای مردمی که مهارت حل مسائل رو ندارن، چون اینم یه جور حل مسئله میکنه. مثلا من و شما سر یه موضوعی با هم قهر میکنیم، دعوامون میشه، قهر میکنیم، مدتی موقت ما رابطمون که داره هی تنس میشه. چون فکر کنید شما مثلا آمریکایی‌ها وقتی رابطه‌شون با یک کسی به یه جایی برسه که مشکل دیگه جدی باشه، they cut for good. مثل که ما دلمون نمیاد cut for good کنیم یا برای همیشه قطع کنیم، در نتیجه ما قهر میکنیم. اما سیستم مکانیسم خودشو داره. یه ما که میگذره یه دوستی شما رو دعوت میکنه، منم دعوت میکنه، یه غذایی هم میپزه، بعد اونجا مثلا یال پشین همدیگر ماچ کنین، آشتی کنین، دوست که با هم قهر نمیکنه یا برادر با هم که قهر نمیکنه. در نتیجه سیستم یا این فرهنگ یه زبونی به وجود آورده
که وقتی همه قهر میکنن میدونن که آشتی دنبالشه، ولی نه به وسیله خود ما، یک کسی دیگه ای میاد و این نقش آشتی کنون رو برای ما به وجود میاره. در نتیجه رابطه ها قطع نمیشه. ولی وقتی بین زن و شوهر از این سیستم به عنوان حل مسئله دارین استفاده میکنین، معمولا مسائل حل نمیشه. کسی هم نیست اونجا که آشتی شده. کسی هم نیست آشتی شده. خیلی درستی میشه، ناراحتی میشه، قهر باشن، مخصوصا که پرنس با هم قرار باشن. میدونی که زن که خوشحال نباشه تو خونه، معمولا محیط خونه یه خورده به هم میخوره. پس شما راه حلتون اینه که با مردتون یه گفتگو داشته باشین یا با یه کاپلز تراپیست شیوه کانفلیکت ریزولوشن اسکیل یاد بگیرید. ولی من یه تیپ خیلی ساده بهتون میدم. در دانشگاه سیاتل یه تحقیقی کردن رو این مسئله که فرق خانواده زوجهای خوشبخت و زوجهای بدبخت چیه، یا زوجهای خوشبخت و زوجهای ناراضی فرقشون چیه. بعد خود به اصطلاح پژوهشگران تئوری های خیلی فنسی داشتن راجع به این که و بودجه خیلی خوبی هم دادن و این کار اینجوری کردن که در دهکده های دهکده عشق گفتم یاد یه چیزی دیگه افتادم، در آپارتمان های ویکند به اصطلاح اینتیمت ویکند آپارتمان اومدن اول با یه سری تستایی زوجهای ناراضی رو مشخص کردن. تستای خیلی دقیق علمی انجام شد و زوجهای ناراضی رو مشخص کردن. اینا اونایی هستن که حال همو دائم میگیرن، دائم بالا پایین دارن، یه روز آشتیان، یه روز قهرن. اینا رو مشخص کردن با تستای مختلف. از این طرف هم اومدن زن و شوهرها زوجهای خوشحال راضی رو مشخص کردن. بعد آوردن اینا رو تو این آپارتمانایی که بهشون ویکندا میدادن مجانی، خیلی هم امکاناتی مثل ماساژ و غیره اینا بهشون میدادن، ولی شرطش این بود که بجز دستشویی اتاق خواب بقیه خونه دوربین داشت و همه اعمال اینا در اتاق مشاهده در آینه های یک طرفه به وسیله متخصصین ضبط میشد. خب بعد اینا رو به مدت 3 ماه مشاهده کرد، یعنی ویکندها اینا میمدن اونجا مشاهده میکرد. بعد کم کم اینا دیدن که بسیاری از تئوری ها و نظریه های فنسی اینا اصلا از آب جور در نمیاد که خوشبخت ها چرا خوشبختن فلان. اما بین این همه اطلاعات نامربوط و مربوط و حداقل نیمه مهم از نظر statistical significance یا شاخص آماری نبود، بی اهمیت بود، دیدن یک عامل بسیار بسیار مهمه و مطرحه و عامل بزرگ شناسایی کردن. اون عامل این بود که 3 سیستم متفاوت پیدا کردن در برخورد با نیازهای همدیگه، یعنی زن و شوهرهای خوشحال، خوشبخت و راضی و ناراضیا 3 تا سیستم متفاوت تو اینا دیدن. 2 تاش مال ناراضیا بود. ناراضیا در برخورد با نیازهای همدیگه یا حمله می‌کردن به نیازهای همدیگه یا ندیده می‌گرفت. یعنی مثلا فرض کن به عنوان مثال می‌دیدن تو این آپارتمانا که خانم از بیرون میاد و میگه که چی تولدی گرفته بود فلانی برای زنش و اینقدر خوب بود، اینقدر مجلل بود، اینجوری بوده. اینا آقام تو خونه نشسته پای کامپیوتره، حرفایی که اون میزنه یا عصبانیش میکنه برمیگرده میگه به من چه؟ داشته کرده، منم ندارم، حالا باید چیکار کنم؟ یا گور بابای فلانی همین کارا رو میکنن که ماجرا به وجود میارن تو زندگی من، حمله میکنه بود. یا بازم تو رفتی یه چیزی دیگه اومدی مثل بچه ها دهنت آب افتاد. این یه سیستم حمله میکنه. سیستم دوم اینه که دیسمیس میکنه، اصلا فاتحه نمیخونه، انگار تو حرف زدی نزدی، من شنیدم نشنیدم. یعنی چی؟ اون میاد با این هیجان حرف زدن، بعد میگه شام چی داریم؟
یعنی توتالی دیسمیس میکنه. نیازهای هم رو یا برش میتازن یا کاملا ندیده میگیره. این مال اونایی بود که میزربلن. بعد اومدید در بین زوجهای خوشبخت سیستم دیگه حکومت میکنه و اون اینه که اینها به نیازهای هم توجه میکنن، حتی اگه برآورده نمیکنن توجه میکنن. یعنی تو همین کیس این میاد میگه تولد گرفته فلان، این میگه واو چقدر هیجان زده‌ای، حتما روز خیلی خوبی رو داشتی. بعد راستش اگه بخوای یه ذره حسودی میشده ها به اون مردی که به خاطر امکانات مالیش تونسته نه فقط زنش و دوستای زنش هم اینقدر خوشحال کنه. آرزو میده یه روزی منم این کار رو بتونم بکنم. نکرده، حالا هیچی نیفتاده ولی ادرس میکنه. خب یا بعدش هم برمیگرده میگه که من فکر میکنم که تو لیاقت بیشتر از اون رو داری اگر من تا حالا نکردم. خب اپروچ کردن به نیازهایم. به همین دلیله که ما اولین کاری که میتونیم بکنیم در روابط زناشویی که مفید و موثره، هر کدوم یه لیستی از خواسته هامون، نیازهامون. من دوست ندارم تو قهر کنی. من دوست دارم وقتی قهر میکنی مدتش بیشتر از 2 روز نباشه. من دوست دارم که بعد از 2 روز خودت بیای و بگی حالا آماده‌ای که با هم حرف بزنیم. من نیاز دارم تو جلو دیگران من تحقیر نکنی. من نیاز دارم لیست نیازها رو راحت و سخاوتمندانه بنویسی. نه ضرورتا همش برآورده میشه. طرف مقابل آگاهی پیدا میکنه از اون و برعکس با هم رد و بدل میکنی و بعد از آسوناش انتخاب میکنی. مثلا اگه این نیازها 10 تا بود 15 تا بود 2 تا 3 تا 4 تاشو انتخاب و نیازها متفاوته ها. من فکر میکنم الان یه چیزی حدود 44 ساله من ازدواج کردم، تا حالا 5 تا کادو نه برای تولد نه برای انیورسری نگرفتم. جز نیازهام هم نبوده. نیازهای دیگه دارم. نیاز دارم که از لس آنجلس تلفن میکنم میگم من نمیام اورنج کانتی، دارم پرواز میکنم نیویورک و 2 روز کجا هنوز نمیدونم، برای کارم میرم. نیاز به این آزادی دارم، نیاز به این استقلال دارم. اونو نیاز ندارم. ولی که خب مجروحین ولنتاین یکی از چیزهای درآمد ما هستن که یا گل نگرفتن یا گل از اینا بوده که تشکش سبز داشته، بعد کارتش خوب نبوده، بعد تولد یادش رفته. اینا خدا عمرشون بده بیلای ما رو میپردازن و اینا نیازشون هست. باید اول با هم خبردار باشه آدم از نیازهای هم دیگه و برای این مسئله یه نفر باید اول خودش از نیازهای خودش خبر داشته باشه. نه اینکه همسایم یا دوستم برای اون انگشتر خریدن نمیدونم 25مین برای من گوینده ولی درست میگید. یکم فقط در مورد البته این در رابطه مسئله کامیونیتی ما هست که ما در رابطه فعالیت اینتگریشن رو گفتید بین فرزند و مادر و می‌خواستم ببینم که اگر اینو بخوایم بستش بدیم در جامعه و در بین افراد جامعه، این رو ما چطور میتونیم ازش به نحو احسن استفاده بکنیم برای انسجامی که لازم هست در واقع در عالم دیگر بباید ساخت و از نوع آدمی. واقعیتش اینه که اون چیزی که تو جامعه ما الان 35 سال که نه، فکر میکنم هزاران سال داریم بهاشو میپردازیم، همینه که ما نسبت به یکدیگر نه شفقت داریم نه با هم همکاری میتونیم بکنیم و نه کانفیدنس داریم به این که دیگری اگر به میدان آمد سهم من هنوز محفوظ خواهد بود یا نه. دیروز ما اینجا صحنه بسیار زشتی رو داشتیم. دیروز ما آمده بودیم برای برنامه آقای پرویز صیاد، این هنرمند بسیار با ارزش مملکتمون و این بچه‌هایی که همه رایگان دارن خدمت میکنن. در سال گذشته 1100 ساعت روانشناسای جوان که کارشون جای دیگه از حقوقشون جای دیگه میگیرن رایگان اومدن به داد مردمشون میرسن. یه بسته از فلایرهای امروز رو
آورده بودن به دلیل اینکه تو شهر سابوتاژ کردن، گفتن این کنفرانس کنسل شد. خب اینا آورده بودن از کارشون، آمده بودن زده بودن اینجا این فلایرها رو بدن و کسی که کنفرانس های دیگه ای رو اداره میکنه با اینا پریده بود، با لحن زشت دعوا میکرد که ما تو شهر کنفرانس داریم، شما به چه حقی کنفرانس گذاشتین واسه فرمودی؟ که بعد من رفتم جلو و دیگه شما فکر کنید وقتی که سرویس دهندگان مسائل روانی بدل به مافیا بشن، ما چه انتظاری داریم؟ یعنی ما چیکار داریم میکنیم؟ و اینا غم انگیزه. این نشون میده که ما چقدر ناامنیم هنوز و فرقم نمیکنه چه کسی به اصطلاح قدرت رو در اون مملکت به دست بگیره. ما احتیاج به یک ریفرم زیربنایی شیوه های سالم پرورش کودک داریم تا اینکه ما بچه های امن با شفقت و کانفیدنت، با اعتماد به نفس و با حرمت ذات بالا که معنی همکاری رو بدونن بتونیم داشته باشیم که این نسلی بالا بیاد. من خوشحال خیلی میشم وقتی که میبینم همین بچه هایی که بعد از ما به میدون کار اومدن خیلی بهتر با هم همکاری میکنن. یعنی به هر حال دنیا رو به بهبودی و ترقی. خیلی ممنون. بفرمایید شما. من سوال داشتم در رابطه با گفتم مگه ما ایرانی ها دروغ هم میگیم؟ من البته نه تو لندن با کمیته ایرانی ها زیاد کار کردم و همچنان کار میکنم. هنوز نمیتونم درک کنم که چرا کسی که تحت فشار نیست و مجبور نیست برای چی دروغ میگه و اگه ممکنه جا داره این صحبت بفهم بگیم که بچه از کوچکی چرا دروغ میگه و چطور این تبدیل به یک بیماری اجتماعی میشه. من واقعا دلم میخواد از دکتر امایی خواهش کنم، چون مسئله بچه و دروغ و فانتزی های کودکانه با این خانم دکتر امایی اینو چیز کنم. من حاضرم خودم بلندگو رو بیارم خدمت. نه خواهش میکنم. صداتون نیست. خب پاسخ این سوال با شما. اول یه موضوع رو درست بکنم و اون این که من در حقیقت روانشناس کودک نیستم و در دیولپمنتال سایکولوژی رو به اصطلاح رشته من بوده به عنوان تئوری، ولی در عمل با بچه ها کار نمیکنم. بله میدونم. ولی خب مسئله دروغ فکر میکنم یه عکس العملی نسبت به این سکیوریتی هست. یعنی که وقتی یک کسی خودش رو در امنیت احساس نمیکنه، اون وقت این یاد میگیره که واقعیت رو یه جوری جلوه بده که به اصطلاح بپوشونه اون چیزی رو که میترسه که مثلا دیگران ازش استفاده بکنن یا تنبیهش بکنن یا انتقاد بکنن و این بعضی وقتا به صورت مرضی میشه که دیگه راجع به همه چیز دروغ میگن و کسانی هستن که راجع به همه چیز و بی خود و بی علت دروغ میگن و فکر میکنم اون یه خورده از این عمیق‌تره. وقتی کسانی هستن که شاید اون خیشتنشون به قول خانم دکتر فرنودی خیشتن ثابت ندارن و اینا در هر موقعیتی میخوان یه وجهه خاصی به خودشون بدن، محبوبیتی پیدا کنن یا مورد قبول واقع بشن. شاید علتش این باشه. البته در چیز یعنی در واقع پین اوایدنس یه تکنیک برای پین اوایدنس، یعنی برای گریز از درد یا گریز از فرستریشن، گریز از مایوس شدن یا اینکه به هر حال به دست آوردن یه چیزی که کاذبه ولی در این حال اونا در اون موقعیت بهش احتیاج دارن. ولی دیگه اگه سیستم تنبیه رو تو سرزمین‌های شرقی ببینید که اگه من یادم هست، باز دوباره هی مثال میزنم، نلی 3 سالش بود برای اولین بار ما رفتیم ایران. بعد نلی اومدش و با هم فارسی خیلی شکسته به مادر من گفتش که یه چیزی رو گفت من شکستم.
بعد مامانم هم یهو خندید گفتش که تاقشالم میخواد انگار مادر. بعد به دلیل اینکه دیده بود که بچه‌ها وقتی میشکنن قایم میکنن. خب چرا یه بچه وقتی یه چیزی رو میشکنه قایم میکنه؟ دعواش میکنن یا یه چیزی میگن یا مثلا یه تنبیهی چیزی میکنن دیگه. ولی نکته جالبی رو که دکتر مایی مطرح کرد اون موقعی هست که آدمای بزرگسال برای به دست آوردن یه چیزی که حقشون نیست دروغ میگن و خلف حقیقت میکنن یا حقیقت رو به یه شکل دیگه نمایان میکنن که این دیگه همون هنر به اصطلاح منیپیلیشن یا استثمار فکری. خیلی ممنون. یه دونه سوال دیگه فکر کنم وقت داریم که بگیریم دیگه. فکر کنم خانم دکتر هم خسته شدن، شما هم خسته شدن. بفرمایید شما. من می‌خواستم بپرسم کسانی که وابستگی‌های ابودنس یا اضطرابی دارن چطور میتونن به خودشون کمک کنن که بتونن از این ماجرا خودشون رو بکشن بیرون؟ آره خیلی این جالب هست. اینایی که anxious attachment دارن یا اصولا ابودنت هستن، جایی که میان کار درست کنن میان پیش روانشناس دیگه. بعد به محض اینکه احساس میکنن با روانشناس دارن رابطه برقرار میکنن اضطرابشون میره بالا. و خیلی وقتا اگر راجع به این مسئله حرف زده نشه و روانشناس دقیقاً این حس رو به موقع نگیره و ازش صحبت نکنه و پیش آگاهی نده، روانشناس هم یهو ول میکنن. درست موقعی که به اصطلاح احساس میکنن که یه نوع دلبستگی دارن با روانشناس پیدا میکنن. دلبستگی پیدا کردن با روانشناس به اصطلاح خطری به دنبال نباید داشته باشه. اگر خطری به دنبال داشته باشه قانون جلوش رو میگیره، ولی چون روانشناس باید تو مرزهای خودش بمونه. خب چه روانشناسان بسیاری که برای سوء استفاده از مراجعینشون در عبور از این مرزها لایسنس خودشون از دست دادن. ولی وقتی که این اضطراب مورد توجه قرار میگیره و ازش با کلاینت صحبت کرده میشه، اون وقت بالاخره به تدریج عبور میکنه و تجربه دلبستگی امن رو وقتی با روانشناس تجربه میکنه، اون وقت به بقیه قسمت‌های به عبارت دیگه یه رشدی درش اتفاق میفته که دیگه اون رشد ربطی به روانشناس نداره. این رشدی که اون میبره برای تجربیات دیگر حسیات فیش. من ندیدم کسی که مشکل دیتچمنت یا اوایدنت داشته باشه یا اضطرابی خودش به تنهایی قادر باشه که اینو حل کنه، مگر یک یار بسیار سالم همدم، یک به اصطلاح هم نفس امین که هم مچور باشه، هم بالغ باشه از نظر روانی، هم به اصطلاح جنس عواطفش جنس عواطف سالم باشه. اون وقت این دلبستگی ها به تدریج میتونه، خیلی هم تست خواهد کرد، امتحان خواهد کرد و که ببینه آیا درسته و طرف اگر بلوغ عاطفی خوب داشته باشه میتونه همین کار رو بکنه، ولی روانشناس آموزش دیده که این کار رو بکنه. خیلی ممنون و متشکرم خانم دکتر. ببخشید که شما داشتین حرف می‌زدین بچه‌های ما یه سری ایوالویشن داریم، معمولا هر برنامه‌ای که ما اجرا برگزار می‌کنیم آخرش یه فرم ارزیابی داریم که در واقع ببینیم چجوری سرویس‌هامون رو بهتر بکنیم یا اینکه اگر ایرادی بوده یا اینکه پیشنهاداتی چیزی هست بچه‌ها دارن این رو پخش می‌کنن. خیلی ممنون میشم اگر 4-5 تا سوال بیشتر نیست اگر لطف بکنین این رو پر بکنین ازتون خیلی ممنون میشم. متاسفانه وقت زیاد نداریم، ما هم به اندازه شما خیلی دوست داریم که در حضور خانم دکتر بمونیم ولی ایشون هم خسته هستن، زمانمون هم دیگه نمیرسه. خیلی ممنون و متشکرم اینکه تشریف آوردید. من فقط یه توضیح کوچیک بدم. من هم خواستم اینو بدونیم که خانم دکتر ما این برنامه رو که امروز برگزار کردیم اصلا با برنامه قبلی نبود
و خیلی اتفاقی ما متوجه شدیم که خانم دکتر برای مسافرت دارن میان لندن و ازشون خواهش کردیم که این برنامه رو براشون برگزار بکنیم و واقعا من تشکر میکنم برای اینکه خب بالاخره وقت استراحتتون بود، لطف کردین، قبول کردین، تشریف آوردین و امیدوارم که در آینده ما بتونیم بیشتر خانم فرناجی تو اروپا داشته باشیم برای اینکه ایشون زیاد اینجا مسافرت نمیکنه. اول باید یه مافیا تشکیل حالا ما سعی میکنیم برای سالم شما رو دعوت کنیم دفعه بعد. در اصل خیلی ممنون و متشکرم، خیلی لذت بردیم و ممنون، خیلی ممنون از همه که تشریف آوردیم. خیلی ممنون. من فقط یه توضیح بدم. دوستان بیرون از من پرسیدن که ما چطوری میتونیم به اصطلاح ارتباط داشته باشیم. ایمیل آدرس من هست drfarnudi@gmail.com. این ایمیل آدرسم. ایمیلاتون سوالاتون اگه کوتاه باشه، یه خطی دو خطی، حتما خودم جواب میدم. اگه یه نامه 16 صفحه‌ای بنویسید، مینویسم در جواب ریپلای میکنم، میگم I'm sorry I didn't have time to read it. بنابراین اینم ریپلای رو به هر حال میکنم. بعد فیسبوک من، فیسبوک فن پیجم فیسبوک آموزشیه و کنفرانس های متعددی رو اون میذاریم، کلاس هایی که در اورنج کانتی درس میدم رو اون میذاریم. کافیه فقط بریم DR نهضت فرنودی لایک بزنیم بریم توش و همه خبرها رو اونجا داشته باشیم. من روزی که برمیگردم فرداش یک کنفرانسی دارم با دانیل آمن و دخترم روی تراما اند هوپ، ضربه های روانی سخت و امیدهای در راه، به زبان انگلیسی البته. این کنفرانس رو روی فیسبوک من خواهم گذاشت یکی دو هفته بعد از اینکه برگزار شد که دکتر دانیل آمن یکی از چند نفر انگشت شمار به اصطلاح متخصصین عصب شناس هست در رابطه با تراما و در داخل مغز یک آدمی که تراماتایز شده چی میگذره. و باز این یک ادعای حرفه‌ایه که من میکنم که ما ایرانی‌ها به هر حال یه جوری توی یه دوره‌ای از زندگیمون تراماتایز شدیم. حالا دست جمعی که 30 سال 35 سال تراماتایز شدیم، ولی قبل از اونم مثلا من یادم که یه بار یه معلم قرآن داشتیم اومد تو کلاس، من رو میز رفته بودم وایساده بودم شعر دلکش رو میخوندم. بعد این معلم قرآن اومد تو گفتش که برو بشید. بعد اومد و قرآن رو باز کرد یه جایی شد چون قرار بود هر دفعه یه چیز مخصوص رو بگه ما حفظ کنیم. اون هفته هم یادم باور کنید قرار بود الهاکم التکاسل حتی زرتم المقابر اینو حفظ کنیم. ما هم حفظ کردیم. بعد اومد عمدن یه جای دیگر رو باز کرد گفت اینجا رو بخون. منم گفتم که ما قرآن بلد نیستیم. خب بچه تو شعر دلکش رو بلدی قرآن رو بلد نیستی. منم گفتم خب آخه اونو دوست دارم اینو دوست ندارم. بعد 1 ساعت کلاس 4 تا چمدون گذاشت تو دست من گوشه کلاس، منو وایسون گفت یه پاتم بلند. بنابراین به قول یک پداگوژیست معروف poisonous pedagogy was all over تو تمام دورانی که به هر حال درس می‌خوندیم. این کنفرانس تراما اند هوپ رو هم نگاه کنید، هم لینکش رو به جاهای دیگه بدین. احتمالاً شما هم رو فارسا میذارین روی سایتتون. خیلی ممنون، متشکرم خانم دکتر، خیلی ممنون از